یه بار دیگه من اینو سابمیت کنم ارور میده. میدونی چرا؟ چون این 1007 دوباره اینجا تکرار شده. اینجا ببینید didn't added اضافه نشد. ارورش هم توی کانسول لاگ داره به من نشون میده و دقیقا داره این قسمت از کد اجرا میشه. یعنی کنسول لاگ کرد این ارور رو اینجا برای من و به من پیام داد که didn't added اینجا. حالا برای حل این ارور من چیکار کنم؟ میگم آقا این 1007 رو ببینید اضافه هم نشده اینجا. میگم بیا بزرگترین آیدی رو اینجا بگیر، بزرگترین آیدی رو و یکی بهش اضافه کن، یعنی 1008. دوباره بعدی میشه 1009، یعنی بزرگترین آیدی رو بگیر یکی اضافه کن، بزرگترین رو بگیر یکی اضافه کن. پس دیگه یه عدد ثابت اینجا نباشه. بره بزرگترین رو بگیره. چجوری بزرگترین رو بگیره؟ بره تو پروداکت و ماکسیموم آیدی رو، این ستون آیدی رو بگیره. خب و سپس یه دونه هم بهش اضافه بکنه و به همین راحتی در واقع اونو اضافه بکنه. و اگر توی این رک بادی در واقع من اینو راحت بنویسم، اینجا یه آیدی داره، یه آیدی داره، یه نیم داره، یه کتگوری آیدی داره. این کتگوری آیدی از اینجا میتونه بیاد، یعنی ما وارد بکنیم cat آیدی و خب من اینجا این cat آیدی رو باید وارد کنم اینجا که این cat آیدی قاعدتا یکی از اینا باید باشه دیگه، 1 و 2 و 3 یا یکی از این کاتگوریز، یکی از اینا 1 2 3 باید باشه. خب حالا این دفعه چه میوه‌ای رو اضافه کنم؟ مثلا هندونه چی میشه؟ واترملون. خب واترملون جزو کدوم میوه ها محسوب میشه؟ پس میشه 1 واترملون 1. خب اینو من سیوش کنم، بیام اینجا بزنم واترملون، کتگوری هم 1 added successfully. اینجا هم ارور نداده. اینجا هم من اگه بزنم واترملون اضافه شده، آیدیش هم 1 1008 خودش اتوماتیک اومده یکی اضافه کرده. حالا 1009 هم الان خودش اینجا اتوماتیک اضافه میکنه. چطور این کار انجام بدم؟ یه میوه جدید مثل خربزه، مثلا ملون، میام اینجا میزنم ملون، اینم میوه است، اضافه بشه. میبینید که ملون اضافه شد، اینجا هم 1009. متشکرم.